حقوقی که گوسفند داره زن در اسلام داره، اونم حقوق گوسفند داره. منتها خوبی گوسفند ایست که خورده میشه، بدی زن ایست که خورده نمیشه. این مقدر از دید قرآن. اما از دید رسول مقبول چی بوده؟ رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در روایتی میفرمایند النساء حبائل الشیطان. مولای صاحب میره به فارسی بگوین زنان ریسمان شیطانن، زنان ریسمان شیطانن. یعنی که اتو که دست زن بگیری طرف دیگه شیطانه. او خانم او خوار، همی شمایی که یک قدر دیجه چسبیدین، شما گاهی خواندین همی دین مطالعه کردین، اما تو کورکورانه میره قبول کردین. یعنی یک مرد که به می دین میای خیره، برای 4 دانه زن حق دادن، زن خود لطام میتانه طلاقم نگام. تو که میایی منعیس یک زن، من نمیفهم که تو چرا